با سلام و درود. غذاهای سرخ شده، غذاهای تند و تیز یا امی غذاهایی که مرچ و مساله دار است، فست فودز مثل برگر، پیتزا و غذاهایی که چرب است در روغن سرخ و بریان میشه. چرا برای مریضان معده و روده این غذاها پریز است؟ دقیق روی مکانیزم همراهتان صحبت میکنم. امیدوارم که تا آخر تعقیب کنین. اورال کاویتی بعد از خوردن و جویدن این غذاها بالاخره از میری عبور کرده به معده و از معده به روده و از روده بالاخره به محیط بیرونی در مواد غایطه بیرون میره. محتویات و مشتقاتی که در این غذاها موجود است سبب دلجوشی یا جگرسوزی در میری میگردد و برگشت تیزاب از معده به میری سبب میگرده که ریفلکس اسوفیگایتس یا عفونت میری بعد از برگشت تیزاب و محتویات معده را به وجود میاره. در معده این غذاهای فست فودی که قبلا نام بردیم سبب دیلیید ایمتینگ یا تخلیه تأخیری معده و هایپر کلورهایدریا افزایش تیزاب معده میگردد. خب دمش و پوندیدن معده بعد از خوردن، احساس هیوینس یا گرنگی معده و آروقهای مکرر بالاخره زمینه سازی میکنه برای ریگرجیتیشن یا برگشت تیزاب و محتویات معده به داخل میری. چرا؟ چون لوور اسافگل اسفنکتر یا LES یا حلقی عضلانی تحتانی میری بعد از خوردن غذاهای تند و تیز و فست فود و چربی سبب ریلکسیشن یا شل شدن این حلقی عضلاتی میگرده و زمینه میسازه به برگشت تیزاب یا اسید ریفلکس و ریگرجیتیشن، برگشت مواد معده به داخل میری و در اونجا سبب ریفلکس اسوفیگایتس یا بروز التهاب و عفونت در میری میگردد. خب از معده عبور کرده در دوادینم یا اثنای اشر یا قسمت فوقانی امعای کوچک ما انزیم به نام CCK یا کولسیستوکاینیز ترشح میشه و این انزیم مستقیما روی کیسه صفرا یا گال بلادر عمل میکنه که در کیسه صفرا بدون شک مایع صفرایی موجود است. عمل چگونه؟ CCK سبب تقلص یا کانترکشن در کیسه صفرا میگرده و عبور و مرور بایل یا مایع صفراوی بدون ضرورت و بیش از حد سبب دوادینایتس و بایل اندیوست گاسترایتس یا عفونت معده و میری میگردد. وقت از روده گپ میزنیم سمال باول و لارج باول، در روده های خرد و کوچک ما، خرد و بزرگ ما ویسرال هایپر سنسیتیویتی را به وجود میاره، یعنی علائم ایریتیبل باول سندروم یا علائم IBS شدت میبخشه، گاز یا باد شکم، درد شکم، بلوتینگ دمش و پوندیدن شکم، دایریا، اسهال همراهش قبض و در بعض اوقات مکس IBS قبض و اسهالات. همه این علائم بعد از خوردن این غذاهای نام برده شدت مییابد، یعنی علائم زیاد میشه، به وجود نمیاد توسط این غذاها. متوجه باشین علائم IBS بیشتر میشه. از جانب دیگه بعد از حرارت دادن به این غذاهای ظریف و نازک گسترو تاکسیک سابستانسز یا مواد زهری که به معده و روده حیثیت زهره داره تولید میشه به نام اکریلامید. اکریلامید بعد از جویدن و خرد کردن به معده میره و دایرکتلی دمیجینگ گستریک اپیتیلیوم، مخاط داخل معده را مستقیما آسیب میرسانه. همچنان دایرکتلی دمیجینگ اسوفیگل اپیتیلیل لیر، مخاط میری را آسیب رسانده، سبب عفونت ها و التهابات در معده و میری میگردد. خب چگونه این غذاهای تند و تیز میتونه لوور اسافگل اسفنکتر یا دهنی میری را باز کنه و دلجوشی و جگرسوزی را به وجود بیاره؟ چون قبلا گفتیم CCK دو ماده به نام NO یا نایتریک اکساید و ویزو اکتیو انتستینال پپتاید ترشح میکنه و این مواد مستقیما با کمک سیستم عصبی مرکزی و ENS سبب ریلکسیشن اف لوور اسافگل اسفنکتر میگرده. شیردان
پایینی میری را شل می سازه و اجازه میده که مواد به داخل میری بیایه. در مرچ و مساله باب، یعنی خصوصا در مرچ ماده دیگه موجود است به نام کپسیسین. این کپسیسین بیشتر در سپایسی فود است. وقتی غذاهای تند و تیز میخوریم به مو مکانیزمی که قبلا تشریح شد، تون یا قوت حلقه تحتانی میری را کم میسازه و تکلیف گر یا گاسترواسوفاگال ریفلکس در میری به وجود میاره. در معده هورمون گاسترین افزایش میده و سبب تولید تیزاب بیش از حد میگرده. هایپرکلور هایدریا یا هایپر اسیدیتی را به وجود میاره. پس وقایه به مراتب بهتر از معالجه است. تشکر، ممنون.